خب آقایون، اینجایی هم که میبینید پارک ونو هستش که اکثر ایرانی اینجا رو میشناسن. ایرانی هایی که دهه 40 هستن، زمان جنگ ایران و عراق اینجا اومدن، یعنی ژاپن اومدن، همه اکثر میمدن اینجا اومدن. مثل این میمونه که مثلا بیای تهران، بیای میدون آزادی یا همچین حالتی مونه، همه دیگه میشناسن، همه اونجا رو میرن دیگه. معمولا اینجا هم یه همچین حالتی داره. همونجور که میبینید الان دیگه هیچ ایرانی اینجا نیستش. اونجا میبینید اونجا اتاق سیگاره، همه رفتن اونجا دارن سیگار میکشن. تو ژاپن نمیشه سیگار کشی، تو هر جایی سیگار بکشی پلیس بگیرته 4000 ین، بودن نزدیک $40 جریمت میکنه. الان یه روزگاری اینجا صدای ایرانی ها میپیچید توی این پارک، ولی الان که مشاهده میکنید و میشنوید فقط صدای جیرجیرک ها و پرندگان و حشرات هستش. و در همین معبد برای همتون دعا میکنم که سالی خوب و پر درآمد داشته باشید. آقایون، در نزدیکی معبد دامول هستیم و از اینجا برای تک تک شما دوستان عزیز آرزوی سلامتی میکنم و بریم که داشته باشیم. اینجا میدونید کجاست؟ اینجا جاییه که سوسانو رو به بردگی گرفتن و زمانی که ژاپنی ها سوسانو رو به بردگی گرفتن، اینجا سوسانو مشغول کاشت خیار بود. کارش این بود که اینجا خیار بکاره. اینجایی هم که میبینید اولین جاییه که یانگوم شروع به آشپزی کرد و معروف شد. از همین یکتوریا هم شروع کرد. این یکتوریا اینجا میبینید از همینا هم شروع کرد. بعد تو همینجا فستیوال میذاشتن. اینجا هم جاییه که مردم دارن واسه یانگوم گریه میکنن و عزاداری میکنن. هر ساله سفر خارجی زیادی میان اینجا برای زیارت یانگوم و سوسانو میان و عود روشن میکنن واسه شون. این خونه رو میبینید، خونه های قدیم ژاپنی اکثرا این شکلی هستش. یک سری درختی هستش که خیلی مرتب شده هستش و شیرگونی هایی به این صورت که البته خیلی هاشون یه حالتی مثل حوضچه هم دارن، حوضچه های طبیعی که توش ماهی های زیباشون رو نگهداری میکنن. اینجایی هم که میبینید دریاچه پارک ونو هستش و یادآور این مطلب که دریای غم ساحل ندارد، چوس موتور پارو بزن. میبینیم که همه دارن پارو میزنن. آقا چون هوا خیلی گرمه از این کاسه ها گذاشتن، مثل چیز میمونه. تو ایران سقاخونه هستش، سقاخونه خودمونه، اینجوری آب برمیداری میپاچی رو سر صورتت دیگه که خنک بشی. همینجور که میبینید یخ رو برمیدارن میتراشن و شربت بریزن و یخ در بهشت خودمونه که معمولا تو ایران کارهای استیکاتیف و اینجور کسا تو ایران این کارهای انجام میدن، ولی اینجا خیلی جوابه تو این گرما. عجیب بود، یارو ژاپنی نبود ولی عکس آنخماو ژاپنو پشت گردنش داشت. واقعا خیلی عجیبه. واقعا عجیبه. خب بعد از ونو جایی که واقعا لازمه بریم این بازارچه ونو هستش که
نزدیک همون ونوه، بغل پارک ونو هستش و رستوران ها و شاپ های مختلفی رو اینجا میتونید ببینید که ملت میشینن و غذا میخورن و میچرخن و اینجور چیزا. مثل جمعه بازار و یک شنبه بازار ایران میمونه. آدیداس میگه به خاطر این باد نمیام ویدیو بگیریم که من دوست دارم تو تصویر بیفتم. آقا این ماسک خیلی خوب، با این ماسک میتونی بیای تو تصویر من قرار بگیری. اگه خیلی فاز جنگی هم داری، آدیداس بازی، میتونی با این ماسک بیای تو ویدیوهای من قرار بگیری. و همینجور که میبینید خیلی شلوغه اینجا و چیا حالا میفروشن. بریم ببینیم چیا میفروشن. این چیه؟ کله خوک. کله خوک و یه تیکه دیگه کله خوک. پای ماهی. روده گوسفند. آقا شاید باورتون نشه اینا پای خوکه ولی بد نیست مزهش. من تا یه بار تست کردم، مزه چربی میده. اینم دماغ خوکه. اینجا رستوران های چینیه، معمولا چینی ها اینجور چیزا میفروشن. اینا نه بند و بساط خوک هرچی هست. آقا هر دم و دستگاه خوکو که بخوای اینجا دارن. اونایی که خوک بازن میتونن بیا اینجا هر چیشو که بخوای میتونید پیدا کنید، مخصوصا پاهاش میگم پاهاتون رو خوشگل میکنه. یعنی هم یه تیکه درسته از خوک. حاجی یه دونه رستوران کباب ترکی مثل اینجا بزنی الله. بچه‌های ترک زیادن اینجا و می‌بینی که ترکوندن. حالا می‌خوایم ویدیو بگیریم یارو داره شوخی میکنه. بزنم پس کله‌شو. جون. و ماهی. و اینجا خوراک ماهیه دیگه. ماهی کف خیابونی مثل مثلا جمعه بازارهای شمال. یه همچین داستانیه. اینجا هم عرق و همینجا سرپایی میدن دست ملت. اینجا باید سرپایی بخوری. آخه چرا باید سرپایی عرق بخوری؟ من درک نمی کنم. خیلی ها واسه تفریح میان همچین جایی اینجوری الکلی میخورن و اشغال میکنن دیگه. اینجا هم مثل مثلا مشهد هستش، خوراکی های ژاپنیه که الان میبینید پسته هم اینجا هستش، بادوم، پسته که میتونید بیاید خریداری کنید. همین چنین تو این بازارچه ها کفشای نایک تخفیف میخورن میتونید بیاید پیدا کنید و ببینید. مثلا الان این کفش 8000 ینه که خب برندهای معروف مثل ایرفورس و دانکون شما نمیتونید اینجا پیدا کنید. دانک حالا میگن، دونک میگن، از که میگن اینجا معمولا تا نمیارن. کفشای مدل‌های دیگر رو معمولا میارن که زیاد پرفروش نیست. و اینجا هم گمرک بازا میدونن چیه دیگه. اینجا هم یه فروشگاه این گمرک میمونه، لباس جنگی و شرول پلنگی و اینجور داستانا میفروشه. فکر کنم یارو بچه گمرکه. لباس جنگی ها رو میبینید، اصلا قشنگ خود گمرکه. اینجا اصلا بوی گمرک میده. فقط اون پوتین پلاستیکی هاش نمیدونم کجا، برم اونم ویدیو بگیرم. توی این فروشگاه قیمتاشون معمولا خیلی پایینه، یعنی این بازاری ها. و همچین انگور خیلی گرونه، 3800 ین، الان تخفیف خورده شده 2000 ین. پول یه خوشه انگور ژاپنی هستش. تازه اون مدلایی که گرون هستش نیستش، اون یه مدلای دیگه داره سیاه، انگور سیاهی ژاپن خیلی گرونه. یک قاچ هندونه تخفیف خورده شده 500 ین و این هندونه کوچیکا 800 و 1000 ینه. واقعا گرونه این مبلغایی که میگم، میوه گرونیه. آقا این نمیدونم این چیه، فکر کنم عروس دریاییه. اونایی که میگم بیا مثلا همچین جایی کفش بخر واسه خودت و اینا، کفشایی که آف میخوره این شکلیه.
کفش خاص برند آنچنانی نداره، کفش متفرقه معمولا زیاده، یا برندایی که مثل آدیداس و نایک زیاد پرفروش نیستن. پس حرفاشون رو زیاد گوش نکنید، چون اگه کفش قرار آف بخوره تو خود سایت نایک میتونید پیدا کنید. و باز هم گردو و پسته، گردو و پوست. همینجور که می‌بینید اینجا همه چیز تخفیف خورده و ارزونه. البته خب برند نیستش دیگه. این چمدونا خیلی باحاله، گرده، خیلی گوگلیه. باشه این چیه؟ مارماهیه فکر کنم. مارماهیه. دهناشون هم بازه و این ماهی های کوچیک. چیزی که جدیدن خیلی مد شده قلیونه. تو ژاپن خیلی از بارا هستن قلیون میذارن و شما میتونید قلیون بکشید. حالا اینجا هم قلیون گذاشتن و توی روزه تعطیل و معمولی میبینید که خیلی ها اینجوری کف خیابونی میان میشینن، کف ها به خیابونا میشن دیگه، سفارش میدن و میخورن. البته من زیاد با اینجوری حال نمی کنم چون شلوغه، زیاد آدم رد میشه آدم اذیت بشه. میبینید که مثلا این رستوران به این کوچیکی چقدر مشتری داره و همه اینجوری نشستن تو راهرو بازارچه دارن غذا میخورن. یه مغازه 2 متریه. دوست داری نودل بخوری؟ حاجی واقعا معلوم نیست از این زیرش رو، این زیرش چیز داره بالا پایینش میبره.